وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان هر روز چهارشنبه و یا گاه پنجشنبه جمع می آیند و قانون و سندهایی را بررسی و قبول می کنند که اکثرا حکومت پیشنهاد می سازد. اما با سختی می بینید که یگان قانون یا سندی را برای بازنگری بازپس فرستند یا بگویند که این سند به منفعت مردم نیست و نباید قبول شود. کار به جایی رسیده است که تکمه های رأی بله در نزد کرسی وکیلان بر اثر پخش کردن زیاد بیرنگ شدند، ولی تکمه نه روشن و تغییر ناخورده باقی مانده است. آیا کار 63 وکیل مجلس نمایندگان فقط برای مهر امضا زدن به قرار قانون‌های حکومت است و یا نظارت کار حکومت و طلب از آن برای اجرای درست وظیفه ها کدام؟ این است موضوع صحبت برنامه و مهمانان ما سید جعفر عثمانزاده وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و بختیار نصرالله حقوق شناس تاجیک. خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم عثمانزاده، در ابتدا از شما شروع میکنیم. به حیث وکیل پارلمان تاجیکستان ما بسیار میشنویم که پارلمان در رابطه با مسائل مهم جامعه خاموشی اختیار میکنند که بیانگری آگاه نبودن آن از احوال جامعه است. آیا همینطور بوده میتواند؟ شما راضی هستید به این حرفا؟ مرحبا. درود بر اهل نشست، درود بر مهمان شما. ببینید، با قسمت با گفته‌های شما من راضی شدن نمیتوانم. رنگ رفتن تکمه ها مثلا و دیگر خاموش. ببینید، ترتیب کاری پارلمان تماما دیگر است. ترتیب دارد، کار ترتیب دارد. دیگر اینکه جامعه ما از اون جامعه اروپایی نیست که هر روز ما یک انقلاب شکل خب یک مثلا موضوع را قدر دیگر ولوله زیاد کنیم. درست است که مشکلات ها هست در جامعه، درست است که آنها بررسی می شوند، ساختارهای مربوطه دولتی، ولی نه به طوری که آن که مثلا در پیش عامه نشان دادن، ولی در حال کمیته هایی که منصوب به این مسئله هستند این مسئله را بررسی میکنند، البته با مهر پیچک، یعنی این در شورا دیده می شود و با مکتوبی رسمی مجلس نمایندگان با ساختارهای مربوطه دخلدار در حال در روز دیگر این روان کرده می شود و زیر ساختار حکومت جمهوری تاجیکستان این چاره می بیند و پیگیری می کند و از این بعد حسابات می دهد. ولی اگر شما در نظر داشته باشید که مثلا ما در شبکه‌های اجتماعی برآمده مثلا برابر مردم گپ زنیم، اون میدان، اون منبر از مردم است، بگذار فکر بگید. ولی در دیگر موضوع ها ببینید، موضوعی که پیشتر گفتید که مثلا تکمه ها خورده شدن، من فکر نمیکنم قدر خوب باشد این فکر. ببینید، هر یک موضوع یا اینکه قانونی که پیشنهاد کرده می شود در اساس ایراد پیشنهاد یک طبقه جامعه از حدود جمهوری تاجیکستان و ساختارهایی که حقوق تشبث قانونگذاری دارند، یعنی وزارت ها هستند، مجلس ملی هست، حکومت جمهوری خودش هست و وکیلان هستند که در اساس ایراد پیشنهاد و یا دیگری که میتواند برای رشد جامعه یک قدم پیش باشد خب پیشنهاد میکنند و این قانون طولی از 3 ماه تا 6 ماه تا 8 ماه حتی بررسی می شود. اولین در کمیته ها بررسی می شود و هر یک کمیته این با ساختارهای مربوطه دخلدار و متخصصان برای گرفتن خلاصه روان کرده می شود، به حکومت جمهوری روان کرده می شود. سپس این بعد در سر کمیته هر یک کمیته، بعد در شورا، بعد در جلسه و ساعت‌های پارلمانی و دیگر این بررسی می شوند. ببینید، کار ترتیب خودش دارد و اگر مثلا ساعت‌های پارلمانی در شبکه‌های یکم نشان داده می شود و هر کسی آگاه نیست می تواند به ما داریم مطبوعات داریم، خب محمد سلطانوف که میتونن مراجعت کنند، هر یک چیزی که باشد اونا وظیفه‌شو که هستن بررسی میکنن و اون مسئله را با اونا روشن‌تر میکنن. یعنی شما گفتن میخواهید که پارلمان خیلی فعال است، به همه مسئله ها زود واکنش نشون میدهد، منظورتون این است؟ ببینید، در همون سطحی که امکانیت است، همون قدر قانون‌هایی که پیشنهاد میشود ما بررسی میکنیم. ولی ببینید، مردم در قیاس با پارلمان مثلا اروپا، در قیاس با پارلمان کرجستان خب و دیگر مثلا پارلمان ها میخواهند که یک قیاس کنند و میگویند که اینا فعال نیستن، اونا نیست.
ببینید پیش از اون که مثلا در این موضوع مطرح شود باید به نظر بگیریم که ما یک دولت دیگریم، فرهنگ دیگر داریم، خب دین دیگر است، عرف و عادت ما دیگر است و این میخواهیم نمیخواهیم در همه شاخه‌های حکومت ترتیب دولت داری تاثیر میکند. شرط نیست که هر یک چیز رو ما اینقدر ولوله کنیم در قد کوچه مثلا یا که در شبکه‌های اجتماعی، ولی مسئله ها بررسی میشوند. من خودم هم مثلا بدون مثلا پارلمان علاهیده مثلا در شبکه‌ای که با ساختارها مراجعت میکنم. محترم بختیار نصرالله، شما چی نظر دارید همچون وکیل پارلمان، همچون یک شهروند عادی به همین سوالی که به وکیل محترم دادیم؟ پیش از همه سلام علیکم. من حاضر بعد سوال شما صحبت ما وکیل محترم گفتن که من قسما با فکری شما راضی شده نمیتونم که فعالیت پارلمان فعال نباشد. این علاقه جواب به همون سوال است. یعنی من هم میگم که من هم قسما با هم وکیل پارلمان هم با شما راضی هستم که پارلمان نه به اون درجه که فعال است. لیکن اصلا اون کس درست میگویند که فعال ترتیب کار پارلمان در تاجیکستان کمتر دیگر است. از سبب که پارلمان ما، مجلس نمایندگان ما دائما عمل کننده است، اکثریت آنها منتظم در کمیته های خود، در اداره های خود کار میکنند، لیکن قانون ها قبول میکنند، قانون ها سالها دوام میکند، بحث میشد، یک محیط کاری است، این جای این کار کردن نیست. لیکن خود اکثر اعضایان پارلمان بنابر آنکه با وسایط اخبار عامه مستقل کم همکاری دارند، کم برآمد میکنند، به نظر مردم، به نظر جامعه چنین مینماید که پارلمان خیلی سست کار میکند و در بسیار مسئله ها موقع خود را ندارد. البته این گپی من فقط به وکیلی که حاضر با ما صحبت دارند، سید جعفر عثمانوف دخندان، اون کس خیلی فعال هستند. دیگر اکثر دیپوتات‌ها فقط با وسایط اخبار عامه رسمی برآمدها دارند، البته گزارش ها میتونن، لیکن بسیار خاراکتری استانداردی دارد و شکل حسابدهی با این باشد که البته به مردم، به گوش مردم این چیز اونقدر خوب نمیدارد و گمان میکنن که پارلمان اونقدر فعال نیست. دیگه اصلا فعال نبودن پارلمان کم بودی. من حاضر گفتن که پارلمان ما یک خصوصیت و مخصوصیت خودش دارد، پارلمان قرقیز با این نیست، پارلمان اروپا امریکا با این است. من شخصا همچون شهروند تاجیکستان، همچون یک متخصصی که در ساحه حقوق چنان گمان میکردم که بهتر میشد پارلمان ما مثل پارلمان اروپا و امریکا و دیگر دولت‌های دموکراتی باشد، زیرا در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ما خود را دولت دموکراتی اعتراف کردگی، دولت حقوق بنیاد. بنابراین هم بحث هایی که در پارلمان میشد همین چیز آشکار باشد، برای مردم دسترس باشد. حتی من پیشنهاد میکنم یک تلویزیون مخصوص، یک شبکه علاوه یک تلویزیون پارلمانی می بود، باز هم خوبتر میشد. تشکر. مثلا تعقیب و بازداشت و لطوکوب مهاجران تاجیک در روسیه که زیاد از آن گزارش ها پخش میشوند، نوارهای ویدئویی پخش میشن، ولی به گوش وکیلان نمیرسد این همه، یا آنها اگر فهمن هم چیزی نمیگویند، برای حمایت از حقوق رای دهندگان خود حتی صدا بلند نمیکنند. چرا؟ محترم سید جعفر عثمانزاده، مرحمت. برعکس، هر یک نوار ویدیویی که در شبکه‌ها پیدا می شود، هر یک نوار پیدا می شود، ما کمیته های گوناگون داریم که تمام شاخه‌های خودگی خلق جمهوریت در بر میگیرد، همه در بر میگیرد، همه را. و هر یک چیزی که پیدا می شود در کمیته بررسی می شود، به شورا پیشنهاد می شود، در روز دیگر علاقه مکتوب به وزارت کارهای خارجی و حتی نوتا به دولت روسیه. شما میتوانید یک مثال مشخص بیارید؟ میتوانید یک مثال مشخص بیارید؟ خب همه اون مثلا مسائل لطوکوبی که مثلا مردم رو مثلا نشان دادند که در روسیه در یک ساختمان است، مردم کتفای یکدیگر را قپیده میروند، گویا که اونها در اسیر باشن، پلن یعنی باشن، یعنی اسیر باشن. خب این دیگر اینکه آنها خوراک نصف روزی میخوردن و کارمند پلیس اومد با پایش خوراک اونا را پیرسکی دیگر اونا را زد چپه کرد. یا که دیگر اونا که یک ساختمان آمدن، خب همه را گرفت جمع کردن در درون
چیز مثلا автобус دیگر دم به دم مثلا صدها نفر یعنی که وارد کرده میبرن و ببینید صدها چنین حالت ها هست و ببینید دیگر اینکه بغیر از آن که ما مکتوب پیشنهاد کنیم به وزارت کارهای خارجی و وزارت کارهای خارجی ما با دولت روسیه نوتا با وزارت کارهای خارجی یعنی پیشنهاد کند حکومت جمهوری و دیگر ساختارها مثلا وزارت کارهای داخلی و دیگر هم مکتوب ها و طرز دیگری مناسبت ها است که به اون مراجعت میکنن ما چیکار هم کرده میتونیم با روسیه یعنی که شما میگوید که تنها کار شما این است که با وزارت خارجه تاجیکستان یعنی در جریان میگذارید دیگر کار شما همچون وکیل پارلمان که از طرف مردم انتخاب شده دیگر تمام اینطور مستقیم از طریق رسانه ها خودتون مثلا صحبت کرده اید؟ ببینید ما حتی با دومای دولتی مثلا روسیه حتی مثلا با واسطه جانشینان رئیس مجلس نمایندگان مراجعت کردیم با جانشینان رئیس مجلس نمایندگان حتی رئیس مجلس نمایندگان جناب زاکرزاده خودشان در تماس با متوینکا و دیگرها در موضوع لاتوکوب تقریبا 10 بار زیادتر مشورت بود اونش که من میدونم اونش که ما پیشنهاد کردیم کمیته ما خب کمیته های دیگر امنیت ترتیبات دیگر داریم که اونو پیشنهاد کردن زیاده از 10 بار مراجعت کردن صحبت های تلفنی بود بعد یک چیز دیگر رسمی به نظر بگیرید که روسیه دولت پرقدرت است مردم ما در اونجا کار میکنن خب از میلیون زیادتر نفر کار میکنن ما بغیر از مراجعت و نوت پیشنهاد کردن و فکر شما باید چیکار کنیم جنگ اعلان کنیم با روسیه جنگ اعلان کنیم مناسبت های دیپلماتی گفت و شنید طلب خواهش یعنی روی کردن نماینده وزارت کارهای خارجی وزارت مهنت و شغل اهالی مهنت خب وزارت کارهای خارجی اینا که مثلا رفتن به روسیه حتی تگ همین موضوع دیگه باز چیکار کرده میشه در یک سطح از روسا همین بررسی میشن و اونا میگویند که خب هست در داخل کارمندان پلیس روسیه خب هم شخصانی هستن که برای منفعت‌های شخصی و همین خطاگی و همین چیزا دست میزنن. تشکر. محترم نصرالله شما چی نظر دارید به همین سوالی که من به وکیل پارلمان سعید جعفر دادم؟ یعنی چرا اینها سکوت میکنن؟ همین سکوت اینا چه معنی دارد؟ شما چی میگوین برام؟ در بسیار حالات اگر آن رفتار پارلمان یعنی عمل پارلمان نسبت به مهاجران حادثه ها نسبت مهاجرانی که با واسطه شبکه‌های اینترنتی شبکه‌های اجتماعی پخش میشن اگر سکوت حساب کنید من هم طرفدار همین سکوت هستم برای چی اصلا ارائه معلوماتی که در اینترنت پخش میشن اون از طرف کی ثبت شده است سرچشمه‌اش نامعین و البته معلومات‌های دولتی همچنین پارلمان جمهوری تاجیکستان البته از همین شبکه‌ها تکیه کرده یگان اظهار نظر یا موقع نمیگیرن این معلومات‌ها باید همه طرفه پوره سنجیده شوند تا که به جنجال‌های دیپلماتی آورده نرساند که عاقبت آن بدتر است دیگر مسئله در ساختارهای حکومتی مقامات هستند که اوید این مسئله کار میکنند وزارت مهنت های وزارت کارهای خارجی های مقامات های حفظی حقوق امنیت و دیگر که البته با اون مقامات هایی که در فدراسیون روسیه هست البته این مسئله کار میکند دیگر مسئله باید دقت داد که من شخصا خودم همچون قشناس خیلی بسیار در فدراسیون روسیه سفر میکنم من حاضر هم صحبتی گفتن که زیاده از میلیون من گمان میکنم میلیون هم نه 2-3 میلیون شاید تاجیک باشد و اکثریت فوجی تاجیکان از سیستم دولت از مناسبت مقامات های حفظی حقوق مقامات های دولتی روسیه مردم روسیه نسبت به تاجیکستان خیلی منتدار هستند و خیلی راضی هستند آنچه که 1-2-3% منتظم نشان میتیند و خود همه اکثر مهاجران به همون شرایط و با محیط روسیه خود را مطابق نکردند یا که بسیار هر خیل دیگر پرووکاسیون هست که نسبت هم دولت روسیه هم نسبت دولت تاجیکستان هم مناسبت این دو دولت رو خیلی ویران میکرد قوه‌های دیگر هستند که از این نقطه نظر باید احتیاط شد و عموما من گمان میکنم که فدراسیون که از بهترین
این شرایط های برای مهاجران کوری آورده است. من برای مهاجران کوری خارجی که نباشد خود خلق‌های آسیای میانه خود دیگر دولت ها مهیا کرده است. اگر همین طور نباشد 2-3 میلیون تاجیک در آنجا می رفتند و اگر به همین خبرهای اینترنتی هم اگر دقت کنیم، اگر تا این درجه وضعیت متشنج می بود اهمیت دید کسی برنامه گردد، همه با بسیارتر شده است که کم صف مهاجران در فدراسیون روسیه. حالا برمیگردیم به یک سال دیگر. وقتی که پرزیدنت فرمانی را در مورد تعیین به مقام یا قراری برای بررسی و قبول به پارلمان پیشنهاد میکند، اکثرا میبینیم هیچ رأی مخالف نیست. شما محترم سید جعفر عثمانزاده یاد دارید در مورد تعیین نفری به وزارت یا کمیته یا کدام منصب زد آواز داده باشید؟ مثلا 10 نفر زید میبرویند، 10 نفر تورمه زید پخش میکنند. این چیز من خودم نزد تو 20 نفر حتی زیدم ما دیدیم، تو 15 نفر، 5 نفر، 1 نفر. دیگر اینکه هر یک متخصصی که حکومت پیشنهاد میکند ببینید در نظر بگیرید که اساس پارلمان یعنی قسم زیادی پارلمان اعضای حزب خلق دموکراتی است، از حزب حکمران است. خب و حزب حکمران کادرهای خودش پیشنهاد میکند، میآموزد، پیشنهاد میکند. اگر حزب دموکرات هم حزب مثلا حکمران باشد، کوشش میکند که در پارلمان جای بسیارتر داشته باشد و گپ خودش بگذراند. و برای همین دیگر حزب ایرادیو که سوال از مثلا پروفسیونالیسم کاری اون کس تجربه کاریش، خب کار که او چی در نظر دارد می کار از اودش میبره، این خیلی سوال معمولی است میشود. من نمیدونم این خیلی نباشد که یکون کس زید نباشد یا که ما سوال نتیم. بعضی حالات رو میشود که بعضی متخصص پیشنهاد میکنن در واقع ارزنده است، اون برای سوال است دیگه، نه چیز معلوم است. ببینید چرا همه پیشنهاد شده ها با وظیفه جملگی پذیرفته می شوند، ولی در مجلس های سالانه حکومت می بینیم که پرزیدنت بعضی از آنها را باز تنقید می کند و ناشایستگی منصبدار را تنقید می کند، ولی سال دیگر باز از طرف پرزیدنت همون افراد به وظیفه و پیشنهاد می شوند و باز وکیلان پارلمان به طرفدار اینها رای می دهند. این چه معنی دارد؟ ببینید ما در دوره گزارش به ارزش‌های دموکراسی قرار داریم دولت. خب مردم در دوره مطابق شوی به ارزش‌های دموکراسی. دیگر اینکه هر یک ساختار وقتی که از او طرف حکومت یک طلب کرده می شود، خب یک مثلا در چارچوب قانون یک سپارشی که داده می شود، حالت‌های می شود که اجرایشان غیر امکان می شود و برای همین یا تغییرات اعلام یا سپارش دیگر می شود. و شما فرزند دارید، منم فرزند دارم، میتونیم در خانه‌مون کودکونا باور کنیم یک گپ سپارش بدیم. لیکن وقتی که میبینیم همون کودک باور داریم همون کار تا آخرت درست کرده نمیتواند. برای اون که بچین دل خودمون شود باید خودمون او را اجرا کنیم. یک این یعنی دیگر که درست است یگان منصبدار در یگان جای دنیا بی خطا نمیشود. ما در مابین ربات ها زندگی نمیکنیم. اینجا آدمی زنده، فکتوری آدمی زنده است. برای همین در اینجا بی خطا، بی پیشنهاد، بی تغییرات و به دیگر فکرها نمی شود. از این رو اون کمبودیانو گفته می شود، بعضی از کار می گیرن. ولی ببینید به صورت عموم پارلمان را برخی از تحلیلگران می گویند که یک دستگاه حکومتی تاجیکستان شده است که هر طرزی می خواهد همون طرف اون می چرخاند. ببینید چه دستگاه است؟ من دستگاه حکومت نیستم. در موقع مثلا افغانستان حکومت یک گام میگه، من دیگر گام میگم. خب در موقع مثلا شریکای استراتژی حکومت یک گام میگه، من تماما دیگر گام میگم. ببینید داخل نیستی خیلی مثال من در اونجا دیگر حزب‌ها هست، فرکچه هست. امی فقط یک تلویزیون رو دیده، یک نوار کوتاه دیده خلاصه برآوردن، این درست است. خب میشد که در جلسه ها بیشتر اشتراک میکردن. ما در جلسه ها قریب نماینده های چیزا رو نمیبینیم. بعضی وقتا مثلا نماینده روزنامه ها یا که چی بگیم این شبکه‌های رادیو و دیگری که امکان دارن، اجازت دارن برای اشتراک، بعضی وقت اونا رو نمیبینیم، همه وقت نمیبینیم. تشکر. محترم نصرالله، شما خواهش میکنم مرحبا. یک چیز دیگر که اون در مسئله قانون ها و بحث و دیگر آرامی گفتین. ببینید تمام مسئله ها شروع می شود مثلا از شروع
مجلس نمایندگان سپس میآید به کمیته ها در کمیته ها هر یک وکیل میبیند فکر و اندیشه خودش در سر کمیته همون کمیته با دعوت نماینده وزارت بحث می شود قانون شکلش دیگر میکند بغیر از این میبیاد باز در سر کمیته همه سر کمیته ها خب و دایر وقتی که اگر قانون مکمل باشد ساعت پارلمانی گذرانده می شود همه ساختارها میبیان در اونجا تمام ساختار تا رئیسش میبیاد تا وزیر میبیاد ما تمام موضوع را تا آخرش بحث میکنیم جابجا میکنیم بعد با جلسه پیشنهاد میکنیم و در جلسه در رفت جلسه بعضی وقت باز پیشنهاد و سوالای دیگران پیدا میشود شما شاهد هستیم میدونید تشکر از طرف ما از دیگران میشود این خیلی نیست که یک حکومت یک چیز روان کرد همین چیز قبول شد محترم نصرالله بله شما به این مسئله به همین سال چی نظر دارید مرحمت اینجا این معما را کمتر باید دیگر خیلی است اصلا من گمان میکنم که این معما البته معمای پارلمنتی است لیکن بسیار باز بگم معما را در دیگر مسئله ها که در وقت انتخابات خود پارلمنت یعنی اگر به قانون های جمهوری تاجیکستان به کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان نظر کنیم یک شکلی همون 63 وکیلی که در اونجا هست 41 نفرش به طریق عمومی جمهوری به طریق حزبی انتخاب میشد و اصلا که مردم ما حزب خلق دموکراتی اکثر آوازها که انتخاب کردگی و اکثر آوازها در پارلمان در دست یک حزب است حکومت هم در دست همون هست رهبری دولت هم نماینده همین حزب است پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و خواه و ناخواه این حزب همه نامزدای خودش همه مسائلی که برای این حزب ضرور است قبول میکند و اقلیتی که در اونجا دوست حزب ها هست در این مسئله تاثیرگذار شده نمیتونند بنابراین آن معمایی که حاضر شما گفتید اکوی میرزانه به همش درست است لیکن به این معما باید حزب حاکم حزب خلقی اصلا معمای همین حزب است دیگر حزب ها گمان است که به این مسئله تاثیر رساند بنابراین من تشکر و در این فرصت برنامه اصلاحات در ساحه فعالیت پارلمان باشد پارلمان باید من مثال فرض کردم مجلس پارلمانت مجلس ملی ما از دو پلاته است لیکن اصلا دو پلاتگی این خاص دولت ها جمهوری و فدرالیتی است بهتر میشد که با ما یک پارلمان یک پلاتگی بود مجلس نمایندگان میباشد 63 نفر نه 100 نفر 150 نفر باشد برای اینکه این خیلی فعالیت پارلمان وسیع است و کار خیلی مشکل است در اونجا خیلی باید بسیار اعضاها باید بسیار می بود تشکر و در همین فرصت برنامه صحبت سرایی همکاران ما را با هم میبینیم در دوشنبه از چند رهگذر پرسیدند که آیا وکیلان خود را میشناسند یعنی همانهایی را که در انتخابات شاید بر طرفدارشان رای دادند با هم میبینیم باز برمیگردیم مرحمت کاری پارلمان ما مثبت یعنی положительный با هم میتیم اویدی پیشروی صنعت اویدی پیشروی علم و معارف اویدی پیشروی تمام ساحه‌های خواجگی خلق که ما دهات امروز دیگر در آواز دادگی بودیم هرکی برای چی مسئولیت دارن چی کار میبرن با خلق یکان چی کار میکنن بسیار معلومات هم نداره یعنی درباره کارشون نمیدونین یا که چی؟ درباره کارشون نمیدونن همون گپ راستی شوخه کاغذ میارن ما مقصد آواز میتیم انتخاب میکنیم کسی که باشه بعد پیگیری نمیکنین که همین دپوتاتا چی کار میکنن؟ نه ما اگه پیشگیری ما نمیدونیم چی کار میکنن نمیکنن پیش میشنفتیم و زیرش نمیشنستیم روز دیگه بگو خیلی نبا شنوس میشه در آینده باید جای اخد میکنیم و زیرش میدونید که دپوتاتا وظیفه‌شون چی است؟ وظیفه‌شون هم نگهبانی محل شهر دهات وظیفه همینه وظیفه دپوتاتا شما هم چه یک شهروند از کاری همین وکیلا راضی هستید؟ چوار روز نه همش روزی همش برای همین وطن خودمون جون میکنن دیگه برای کی میگن مهنتی تو همین عبودی همین شهر عبودی هم دپوتاتو دستگیری هم ختم میشه دیگه دستگیری ختم میشه بعد دستگیری خلق دستگیری دپوتاتو هم از طرف عبود میشه پروسش ما رسی اومدیم حالا نمیدونیم یک دو سری شده اومدیم ولی میدونید که همون وکیلا باید چی کارا را انجام بدن خب وکیلا هم کارهای محلی و
هوای همش چجور کردن نکرد خلق با چی کم بودیشون اصلا هم قدده از کارشون راضی هستید شما؟ خیلی از کارشون اگه من در آسیا باشم مگه اگه ندونم کارشون نکن رفته میفهمیم ده مجلس نگون انا سرورش و رئیس مجلس عالی مجلس ملی محترم انا رستم امامعلی مجلس ملی در حیاتش و депутати خدمت انتخاب کردگی ما ای ناحیه تیمور ملیک اگه ما این شهر نیستیم ای ناحیه تیمور ملیک نمیدونم. محترم عثمان زاده با شما شروع میکنیم. یعنی نظرتون به حرفای ساکنان چی است؟ ببینید اونا چی میگوین. مرحبا. ببینید اجتماعیت مردم در سطح گوناگون قرار دارد. بعضی حالت‌های میشود که مسائلی که مربوط به زندگی و یا کار یا شخصیت است و حل نمیشود. در اون رو با ساختارها مراجعه میکرد به حکومت و بعد با وکیل میآید برای بررسی مشکلاتش. هر یک شهروند میتواند از ناحیه همون که زندگی میکند بپرسد. دیگر اینکه در وقت انتخابات ورقه ها در همه جا پهن میشود، در تمام مکتب ها، در تمام مثلا کوچه های دیگری مثلا شهر نوایی چسبانده می شود کی وکیل است. دیگر اینکه وکیل ها در وقت انتخابات برآمد میکنند. خب شهروند باید اونا رو باید ببیند، تلویزیون رو باید تماشا کند. دیگر اینکه اگر خب از همه این چیزا فارغ هم بمان و وقتی که فکر میکند که همین دیپوتات من کی باشد، مرحمت ناحیه بیاید یا که با پارلمان بیاید، در روز در سر راه کارگرای مثلا محافظ هستند، روی خط وکیلا هست، تلفنش هست. ما اتاق مخصوص دو اتاق جهازانیده داریم در اونجا برای قبول شهروندان، برای حل و فصل. تشکر. در اونجا میشینم گوش میکنم. مرحمت بیاین. تشکر. بختیار مسئولزاده نظر شما چی است؟ شما به این نوارایی که تماشا کردید صحبت‌های همکارای ما در سر راه چی میگویید شما؟ پرسشی که حاضر در نوارها نشان داده اصلا درست است. فکری مردم در اکثریت جا همین طور است. شخصا من هم اگر یک مردم نماینده مردم عادی گویم، یک شهروند تایستان، از مجلس وکیلان مجلس نمایندگان یگان چی انتظار نیستم. فقط همین خواهش میکنم که در میتوانم که همه اقلا قانون هایی که قبول کرده میشد صفتناک باشند، با دیگر قانون های اختلاف نداشته باشند، پوره داشته باشند. دیگر چیز حقوق و صلاحیت قانون ها خیلی محدود است. دیگر به یگان حکومت ها تاثیرگذار نیستند. بنابراین شخصا من هم که ادوکات کار میکنم قریب است که به یگان وکیل اوید به یگان مسئله مراجعت نمیکنم، برای اینکه میدونم که این کار بیهوده میرود. یگان فایده حتی خواهدم همون وکیل یگان تاثیر جدی رساندنش به گمان است. مردم بی‌واسطه در حیات خودش همون فعالیت وکیل احساس نکند و فعال نمیشه. از مردم این چیز به فعال بودن طلب کردن نادرست است. تشکر. وکیلان خیلی فعال باشن بعد مردم آهسته فعال میشه وقتی که نتیجه کار همونا در حیات خودش ببینن. تشکر. و از بینندگانم عذر میخواهیم که یک کمی مشکلات های تکنیکی در میان پیش می آید و صداها کنده می شوند. و یک سوال دیگر، ما بسیار وقت میشنویم که وکیلان مردمی که با مزد خوب و ماشین خدمتی تامینن از آن میترسند که در صورت تنقید حکومت و یا ایراد گرفتن به کار مقامات یا یک منصبدار و برای همین ساکت هستند که تنقید نکنند و از این امکاناتشون محروم نشوند. سید جعفر عثمان زاده چی میگه شما به این مسئله؟ ببینید تمام عریضه های شهروندان که وارد میشوند اینا تحت نظارت میشوند، حتی از اجرای آنها صفت اجرا. خب ما کمیته داریم، مخصوص یا کارگرای دیگر داریم که اینا تحلیل میکنن، به رئیس پیشنهاد میکنن و رئیس مجلس نمایندگان جلسه الهیده دارد برای مراجعت شهروندان و هر یک مراجعت شهروند در کدام شکل است، شفاهی است یا که خطی است و کدام درجه را طلب میکند یا اینکه طلب وکیل از طرف حکومت ناحیه اجرا نشد و یا کار دیگر شد. خب گفتن که برادر عزیز که از دست وکیلای چیز نمیبیاد. مثلا در ناحیه فرخار یک گروه شهروندان شکایت کردند که من از حوزه 34 اون وقت وکیلی از ناحیه فرخار بودم، حاضر از حوزه امید جمهوری شکایت کردند که پروکورور ناحیه خب
قرارهای مثلا حکومت رو بیکار میکند. خب و در اساس همین یعنی شهروندان بیکار میمونند و سرسام و سرگردان هستند و دیگر مشکلات و از شکایت از مردم ناحیه فرخار پیشنهاد شد. خب من همین رو با راهبریت نصیحت کردم، بعد با پروکور خودشم زنگ زدم و حکومت ناحیه که در جلسه کلان خودش اشتراک کرد با اشتراک آدمان شکایتگر. ما بررسی کردیم و حتی باز دفعه دیگر بود با پروکاتور گنرالی با دستگاه اجرایی پرزیدنت در نتیجه هم پروکور ناحیه را از کار گرفتند. در مدت این کاری آسان نبود، در مدت 1.5 ماه 45-48 روز پروکور از کار گرفتند. 3-4 رئیس جماعت از کار گرفتند، کمیته زمین سازی را عوض کردند و مثلا در بعضی شهر ناحیه‌های دیگر هم که امروز که هستیم مثلا مراجعت میکنن، مثلا از رشت شکایت کردن که پروکاتور مثلا در یک سطحی بررسی نمیکرد، یک دختر از خانه‌اش برآمده است و یا بردن دختر بالغ گفته برده در اینترنت موندن، محیط دهات است، مردم خیش تبار دارد، این دیگر که قبول میکند. من خودم خیستم رفتم رشت، در مدت 3 روز این کار حل کردیم. دختر کارهای فهماندهی کمیته کار با زنها دیگر دختر به خانه پدرش مادرش برگرداندیم. تشکر. ببینید این حادثه ها هست و دیگر وکیلا هم باور کردید خیلی نیست که هیچ از دست هیچ کار نهید، نه از دست همش کار میبید، گپش گوش میکنن، بررسی میکنن. این کم حادثه هایی میشود که وای حل خچ نیومد. تشکر. بختیار نصرالله، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ خیلی فشرده میخواستم پاسخ بدادین مرحبا. نه من با این فکر راضی نیستم. من گمان نمیکنم که اینقدر معاش کلان داشته باشن. الان خانه هایی که دارن و خانه های خدمتی بعد مشکل کالاتاشون به دولت اون خانه ها رو برمیگردن. اون خانه های دولتی است و گمان نمیرود که اونها تنها به خاطر نگاه داشتن همه معاش خوب و ماشین خدمتی و خانه خدمتی دیگر خاموش باشن. اصلا طبری که گفتم خود اساساً طبق قانونگذاری ما اساساً وظیفه پارلمان فقط قبول کردن قانون ها شده است و در دیگر مسئله ها دیگر صلاحیت ها است. البته تصدیق فرمان و فرمان های پرزیدنتی که بعضی ساختارهای دولتی تشکیل میکنن، برهم میکنن، این مسئله هست. لیکن با کار حکومت با کارهای ساختارهای دولتی محلی کم تاثیر که هستند، همین نقطه نظر مردم کمتر مراجعت میکنند. لیکن درست است، درست میگن آقای سید جعفر. تشکر. تماما کار نمیکنند، البته کار میکنند. مثل همین خیلی من شخصا همین شخص همچون وکیل میشنم که خیلی فعال هستند، لیکن اکثریت دپوتات ها مثل این شخص وکیل ها فعال نیستند. تشکر. و حالا برنامه را در همین جا به پایان میبریم و نظری هر دوی شما را میخوام پرسم که برای یک پارلمان وکیلان هوشیاری فعال در جامعه چی لازم است؟ واقعا یک پارلمان فعال که با مردم سر و کار فعال داشته باشد چی لازم است؟ شما چی پیشنهاد دارید مرحمت سید جعفر عثمان زاده؟ من خواهش میکنم خیلی فشرده تر که یک کمی وقتمون تنگ‌تر است. یکی از مشکلات اساسی این مفکوره سیاسی شهروندان است. جامعه شهروندی است. جامعه شهروندی ما نه در اون شکلی که در کار است فعالیت کرده میتواند. البته این سبب‌های خودش دارد. خب دیگر اینکه در انتخابات و مردم که فعال نیستند در اشتراک، ما در همه انتخابات مثلا یا که دیگر با مردم واخری میکنیم، زلها کشاده است، مردم آزاد میدراید، کسی بخواهد میدراید، لیکن همون شکلی که مردم آزاد با وکیل گپ زند یگان کسونه بوده حبس نمیکند. جامعه شهروندی تشکل در اون شکلی که جامعه دموکراتی ما داریم با اون شکل کمتر قفا میماند. یک دیگر اینکه البته مشکلات اجتماعی است، دیگر است و البته خوب میشد که برای یعنی فعال بودن یک پارلمان البته همه حزب‌های سیاسی یعنی بیشتر جای می داشتند، چون که در رقابت انتخاباتی امکانیت همه حزب‌های سیاسی با حزب خلق دموکراتی برابر شده نمیتواند، چون که امکانیت‌های فشنگ اداروی میتواند که
خب بعضی امکانات‌های ما را پخش کنند. تشکر. همین باید جایی بدون انتخابات باید از هر حزب سیاسی که انتخاب کند یک عالم دانشمند دیگر مثلا با 5 نفری همون خیلی باید که پیشنهاد شود. اقلا 5 نفر از یک حزب و دیگرش در انتخابات اشتراک کند، ولی 5 نفر بدون انتخابات در پارلمان شخصان سزاوار پیشنهاد کنند که خب در پارلمان بشینند. بختیار نصرالزاده شما چه نظر دارید مرحمه؟ من چنین گمان میکنم که اگر حاضر هیئت وکیلان 63 نفر باشد در مجلس نمایندگان، حاضر 63 نفر بهترین آدمای جمهوری تاجیکستان، عالمای بهترین بوده در پارلمان گذاریم. فعالیت پارلمان دیگر همین خیلی که حاضر هست همین خیلی باقی میماند. بنابراین من گمان میکنم که اصلاحات در شاخه حاکمیت یکم شاخه قانونگذار خیلی ضرور است. باید که در ما پارلمان نباشد، ترتیب انتخابات از نباشد، شکل پارلمان دیگر باشد. طوری گفتم باید که پارلمان یک مجلس باشد، انتخابات در دیگر شکل گذرانده شود و به پارلمان صلاحیت‌های بیشتر داده شود. یعنی حقوق‌های بیشتر بودند. به اصطلاح روسی میگفتند دپوتاتسکی زاپروس‌ها، نظر هم صلاحیت هم قبول قانون و هم نظارت از بالای این اجرای این قانون دادن در حالی که پارلمان تواند از بالای نهادهای حکومتی، از بالای دیگر مقامات‌های دولتی نظارت برده تواند که چخیل اون قانونی که پارلمان خودش قبول کرد اون قانون در عمل اجرا شده است، در پیاده شده است. من این وکالت اساسی در امروز در پارلمان ما مجلس نمایندگان ما است. تشکر زیاد. من رفرم یعنی اصلاحات در این ساحه خیلی ضرور است. تشکر زیاد. و در همین جا بینندگان گرامی برنامه را به پایان میبریم. مهمانان ما سید جعفر عثمانزاده وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراتی و بختیار نصراللهیف حقوق شناس تاجیک بودند. بینندگان گرامی اگر سوال پیشنهادی دارید لطفاً زیر برنامه بنویسید و یادتون نرود. و من میرزا نبی خالقزاد بودم برنامه را پیش میبردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.